روزی روزگاری در یک روستای سرسبز پیرمردی به نام بهرام زندگی می‌کرد. بهرام باغی بزرگ و زیبا داشت که در آن گل‌های رنگارنگ و میوه‌های خوشمزه می‌رویدند. یک روز بهرام متوجه شد که درخت سیبش میوه نمی‌دهد. او بسیار ناراحت شد و تصمیم گرفت با درخت صحبت کند. شبنگام به زیر درخت نشست و گفت: چرا میوه نمی‌دهی؟ من به تو رسیدگی می‌کنم. درخت با صدای آرام پاسخ داد: من نیاز به عشق و توجه دارم. فقط با مراقبت و محبت میتوانم شکوفا شوم. بهرام فهمید که باید بیشتر به درختش توجه کند. از آن روز به بعد هر روز با عشق به درخت رسیدگی میکرد. کم کم درخت شکوفه زد و میوه‌هایش را به او هدیه داد. این داستان نشان میدهد که عشق و توجه میتواند زندگی را شکوفا کند. امیدوارم از این داستان زیبا لذت کافی را برده باشید.